من این سالای میلادی رو به شمسی تغییر دادم که راحت‌تر متوجه موقعیت زمانی بشید. 14 آذر 1371 مسکو. دو تا دزد رفتن دفتر شرکت MMM، اطراف و یه نگاهی کردن و هیچ نگهبانی ندیدن. دو تا کیسه بزرگ خالی از تو ماشینشون برداشتن و اومد از سمت شرکت. سعی کردن بی سر و صدا قفل در رو بشکنن و وقتی رفتن تو یهو متوجه شدن دو تا کیسه اصلا برای اون همه پول کمه. ساختمون تا سقف پر پول بود. همه اتاقا همه تا سقف پر از اسکناس. عجیب بود اصلا وضع اونجا. یکی از دزدا میدوه میره ماشین و میاره دم در ورودی که یهو آژیر خطر شروع میکنه به صدا کردن. اینا هم تون ماشین رو پر از پول میکنن و تو کمتر از یه رو قیبشون میزنه. چند دقیقه بعدش که نگهبانا میرسن و میبینن دفتر سرقت شده، سری زنگ میزنن به سرگئی ماورودی، رئیس شرکت. سرگئی و خواب میپره و با حرص میگه چی شده؟ نگهبانا با ترس میگن دزدا زدن به شرکت و پول سرقت کردن، ولی چون هنوز یه عالم اسکناس تو ساختمون ریخته هیچ کس نمیفهمه چقدر بردن. سرگئی خان که عین خیالش نیست میگه واسه این چرت و پرتا نصف شب زنگ نزنیم بهم. بعدش هم گوشی رو میکوبه. دلیلش هم اینه که این یارو انقدر دفتر پر از پول داره که این یکی براش قطره‌ای در دریاست واقعا. میگن انباراش 1/3 پول کل روسیه رو تو خودشون جا داده بودن. 1/3. حالا داستان اینه که چطور یه ریاضیدون معمولی که شاید قیافشو ببینی 2000 بهش ندی تونست 15 میلیون روس ساده رو سرکیسه کنه و 80 میلیارد دلار ناقابل ازشون بالا بکشه. بذار یکم برگردیم عقب‌تر تا بفهمیم این سرگئی ماورودی اصلا کی بود و از کجا پیدا شد. سرگئی پانتیلوویچ ماورودی سال 1332 تو مسکو به دنیا آمد. باباش کارگر ساده بود و مامانش یه اقتصاددان، یعنی یه خانواده متوسط شهری. میگن بچگیش مشکل قلبی داشته و شاید همین باعث شده بیشتر تو خودش باشه و سرش تو کتاب و درس باشه تا بازیگوشی. و از همون بچگی باهوش بوده، مخصوصا تو ریاضی. تو اون سیستم آموزشی سفت و سخت شوروی که رو علوم دقیق خیلی تأکید داشتن، این بچه تو درساش میدرخشید. حالا تصور کن یه بچه با قلب ضعیف نمیتونه مثل بقیه تو کوچه فوتبال بزنه. میشینه تو اتاقش و با معادله های ریاضی ور میره و با خودش فکر میکنه یه روزی با همین مخش دنیا رو میگیره. خلاص این پسر باهوش ما تو اوایل دهه 50 رفت دانشگاه. تو مؤسسه مهندسی الکترونیک مسکو رشته ریاضیات کاربردی. دانشگاه خفنی بود و نشون میداد مخ این یارو واقعا کار میکرده. اون موقع دانشجوها تو خوابگاه شلوغ خلوغ زندگی میکردن و یواشکی از طریق بازار سیاه با چیزای غربی مثل موسیقی راک و فیلمای هالیوودی آشنا میشدن. مثل قدیمای خودمون که ویدیو یواشکی میآوردیم. شاید همین چیزا یه حس طغیان و نارضایتی از اون سیستم بسته کمونیستی رو تو دل ماورودی کاشته باشه. توصیفایی که ازش هست میگه قیافه خاصی نداشته. موهای چرب یا عینک معمولی، لباسای ساده، اما تو کلش یه چیزایی میگذشته. بعد فارغ التحصیلی تو سال 1356 یه مدت به عنوان مهندس نرم افزار کار کرد. ولی انگار اون کارا روح جاه طلبش رو راضی نمی‌کرد. بعضیا میگن حتی یه مدت نگهبان و کارگر ساده هم بوده. معلوم نیست دقیقاً چی به چیه. ولی این نشون میده پیدا کردن کار درست حسابی تو اون اقتصاد درب و داغون شوروی چقدر سخت بوده. اواخر دهه 50 که گورباچوف با اون اصلاحات یکم فضا رو باز کرد، ماورودی زد تو کار تجارت غیر رسمی. خرید و فروش نوارای کاست و ویدیوی قاچاق. از همون فیلم‌ها و موسیقی‌های غربی که گفتم. اینجا بود که یاد گرفت چطور میشه قانون رو دور زد و از خلاهای سیستم پول قلمبه در آورد.
این آدم انگار شبا تو انبار نوارای قاچاق جابجا می‌کرد و روزا به این فکر می‌کرده که چطور از این سیستم فاسد میشه یه پول درست حسابی در بیاره. حس می‌کرد استعدادی داره که تو شوروی داره حیف میشه. خب حالا میرسیم به سال سرنوشت‌ساز 1368. اتحاد جماهیر شوروی داشت نفسای آخرش رو میکشید. اصلاحات گورباچوف اقتصاد رو باز کرده بود، اما نتیجه شده بود تورم وحشتناک و کمبود کالا. مردم روز به روز فقیرتر می شدن. تو همین هاگیر واگیر ماورودی شرکت MMM رو ثبت کرد. اولش به عنوان یه شرکت تعاونی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی وارد می‌کرد و توی این مسیر فهمیده بود که تو تبلیغات کارش درسته. پوسترای این شرکت برای تبلیغ کردن کامپیوتر همه از زنا استفاده می‌شده. خیلی هم به صورت تحریک‌آمیز و بیشتر هم رو پاهای زنا مانور داده بود. فکر کنم سلیقه خود ماورودی بود دیگه. اما هرچی که بود جواب میداد. اسم شرکت هم که رو اسم خودش مخفف کرده بود گذاشته بود. چه مخففی هم کرده بود بزرگوار. ماورودی. یعنی انقدر که این یارو خودشو مهم میدونست. خب باید بفهمیم اون موقع روسیه چه خبر بود. آذر ماه 1370 شوروی رسما از هم پاشید. یه سیستم کمونیستی که دولت همه چیزو کنترل میکرد یهو دود شد رفت هوا. از نظر اقتصادی هم وضع افتضاح بود. تورم تو سال 1370 رسید به 2500%. یعنی پولی که یه عمر جمع کرده بودی یهو ارزشش از دستمال توالت کمتر میشد. یه کارگر که تو دوره شوروی مثلا 1000 روبل پس‌انداز داشت، حالا باهاش نمیتونست یه جفت کفش بخره. بیکاری هم که حقوقا میکرد. دولت هم شروع کرده بود به خصوصی سازی. صنایع دولتی مثل نفت و گاز و به قیمت یه پفک فروختن به رفیقای خودشون. به مردم عادی هم یه سری کوپن دادن که مثلا برن سهام شرکت‌های دولتی رو بخرن، ولی ملتی که نمیدونستن اینا چیه اکثرا ووچراشون رو به قیمت یه بطری وودکا فروختن. آخه تو سیستم کمونیستی که قبلا داشتن که سرمایه گذاری شخصی معنی نداشت. مردم از کجا باید میدونستن سهام و بورس و این ارتباطیات چیه؟ تقریبا از سال 1370 MMM یواش یواش از یه شرکت وارد کننده معمولی تبدیل شد به یه شرکت سهامی عام و با تبلیغات سعی کرد سهامش رو بفروشه. دوباره تبلیغات عجیب غریبش جواب داد. ماورودی دید که همینجوری دارن سهامش رو میخرن و فکر میکنن پولدار میشن و کوچکترین سواد مالی ندارن. این وضعیتو که دید فهمید الان میشه از آب گلالود ماهی گرفت. اینجا بود که نقشه اصلی شرکت هرمی زد به سرش. اون علاقه ماورودی به ریاضی و مدلسازی سیستمای پیچیده اینجا به دردش خورد. ماورودی شروع کرد به فروختن یه سری اوراق بهادار یا به قول خودشون بیلیتوف که بهش ماورو هم میگفتن، به اسم سهام شرکت و با وعده سودهای فزایی. این ماوروها که به اسم خود ماورودی نامگذاری شده بودن تو رنگ و ارزش‌های مختلف چاپ می‌شدن. بعضیاشون حتی سبز بودن شبیه دلار آمریکا. روشون هم لوگوی سه‌حرفی MMM و عکس خود ماورودی بود. میگفتن اولش حتی میخواسته دلارای واقعی آمریکا رو رنگ قرمز کنه و به عنوان ماورو بفروشه، ولی بعداً بیخیال شده. این یارو از هوش ریاضیش استفاده کرد تا یه سیستم طراحی کنه که سودای غیر واقعی گاهی تا 3000% سالانه به مردم وعده بده. چجوری؟ خیلی ساده. پول سرمایه‌گذارای جدید رو میگرفت و به قدیمی ترا میداد. تو مدت خیلی کوتاهی ارزش سهامش 127 برابر شد. البته اینو خودش هر روز اعلام میکرد ارزش سهامو، خیلی جالب بود. ولی مردم شاهد چند برابر شدن پولشون بودن و این باعث شد که سرمایه گذارای جدید صف ببندن برای خرید و نقشش گرفت. حالا چرا این طرح تو اون موقعیت جواب داد؟ چند تا دلیل داشت. یکی این که مردم از فقر و ناامیدی به سطوح اومده بودن. آماده بودن هر ریسکی بکنن تا یه شب پولدار بشن. وعده سودای 1000 تا 3000% MMM چیزی نبود که بشه راحت ازش گذشت. دومم که همونطور که گفتم مردم سواد مالی نداشتن، نمیدونستن طرح هرمی چی و به تبلیغات پرزرق و برق MMM اعتماد میکردن. سوم این که اصلا خلأ قانونی وجود داشت. تا اواسط دهه 1370 روسیه هیچ قانون مشخصی برای ممنوعیت طرحهای هرمی نداشت.
این به ماورودی اجازه داد بدون هیچ نظارت قانونی اون کاغذ پاره‌های بی‌ارزشش رو بفروشه. آندری نچایوف که اون موقع وزیر اقتصاد روسیه بود بعدها گفت که MMM از ابزارهای مختلفی استفاده کرد تا قانون رو نقض نکنه. قانوناً هیچ قانونی علیه طرحهای هرمی وجود نداشت. چقدر قانون گفتیم. شرکت حتی ادعا می‌کرد این مافروها فقط یه تیکه کاغذن و شامل قوانین مربوط به سهام نمیشن. شعارم هم کاریزمای خود ماورودی بود. خودشو مثل یه رابین هود نشون میداد که داره با سیستم فاسد دولتی مبارزه میکنه و پول از پولدارا میگیره و میده به فقیرا. ماورودی خوب میدونست تبلیغات تو بازی با مخ مردم چقدر مهمه. واسه همین یه کمپین تبلیغاتی گنده برای سهام MMM راه انداخت که کل کشور رو برداشت. تبلیغات این طرح هرمی کوفی همه جا بود. تلویزیون، رادیو، روزنامه ها. یکی از معروفترین تبلیغاتشون یه شخصیت ساختگی به اسم لئونیا گولباکوف بود. یه کارگر ساده که با سرمایه‌گذاری تو MMM یهو پولدار میشد و برای زنش پالتو پوست میخرید. این تبلیغات مثل ویروس پخش شدن. میگن فقط در عرض یه ماه تبلیغات MMM 2500 بار از تلویزیون پخش شده بود. فکر کن 25% آنتن تلویزیون مال اینها بود. تو این تبلیغات نشون میدادن که چطور آدمای مختلف از کارگرای ساده گرفته تا پیرمرد پیرزنای بازنشسته سهام شرکت رو میخرن و سودای باور نکردنی به جیب میزنن. تقریبا هر شهروندی روزی چند بار این تبلیغات رو میدید. اگه کسی هم شانس می آورد و از دست تبلیغات تلویزیون فرار میکرد، حتما تو هر کوچه و خیابونی تو هر شهری چشمش به پوسترها و بیلبوردهای MMM با اون شعارهای گندشون میافتاد. مثل امروز گرونتر از دیروز. چون تلویزیون اون موقع تو روسیه خیلی اعتبار داشت، این تبلیغات به مردم حس مشروعیت میداد. بین سالهای 1372 تا 1374 اوج فعالیت MMM بود. میگن روزانه میلیون‌ها دلار پول جمع می‌کردن و بین 5 تا 15 میلیون نفر توش سرمایه گذاری کرده بودن. دفاتر MMM تو مسکو و شهرهای دیگه مثل قارچ سبز شدن. مردم میتونستن برن اونجا و ماورو بخرن. نچایوف وزیر اقتصاد سابق میگه دفتر برای خرید ماورو زیاد بود ولی برای فروششون و پس گرفتن پول خیلی کمتر. شرکت اونقدر شلوغ بود که کارمندا وقت نداشتن پولای نقدی رو بشمارن. فقط حجم پول تو اتاق تخمین میزدن. برای جلب اعتماد عمومی و ایجاد تصویر یه شرکت موفق، ماورودی حتی یه کارایی کرد که نگو. مثلا یه چند روزی رو گذاشت که مردم بتونن مجانی از مترو استفاده کنن. یعنی رفته بود یه پول زیادی رو به شرکت حمل و نقل مترو داده بود که مثلا اون روز رایگان کار کنه. چندین بار همین کار رو انجام داده بود. و لوگوی MMM رو هم زده بود رو بدنه مترو. مردم فقیرم که این دست و دلبازی رو دیدن دیگه قشنگ کف کرده بودن و به موفقیت شرکت و این یارو ایمان 100% آورده بودن. ماورودی برای مردم عادی شده بود یه چیز تو مایه‌های مسیح، یه قهرمان واقعی. محبوبیتش دیگه حد و مرز نداشت. یه بار حتی تو شب سال نو 1373 آنتن یکی از کانال‌های تلویزیونی مخالف خرید و به جای رئیس جمهور مملکت خودش به مردم تبریک گفت. یعنی در این حد. شرکت MMM اونقدر محبوب و قدرتمند شد، میگن داراییش معادل 1/3 بودجه روسیه شده بود که برای مردم شده بود نماد امید به آینده بهتر. اما حالا کل بساط شرکت تو خطر افتاده بود. این داستان تبریک سال نو و این که یه ریاضیدون گمنام خودشو با رئیس جمهور یکی حساب میکرد، بعد جو دولت وقتو ترسونده بود و شاکی کرد. اونا MMM رو تهدیدی برای اقتدار خودشون میدیدن. برای همین چون قانون ضد هرمی درست حسابی هم نداشتن که سریعتش رو بگیرن، از اتهام فرار مالیاتی به عنوان یه بهونه استفاده کردن. این اتهام نیازی به تحقیقات پیچیده نداشت و میتونستن سریع جمعش کنن. سال 1374 دولت اتهامات مالیاتی رو مطرح کرد و MMM موقتاً بسته شد. ماورودی رو هم دستگیر کردن. دولت مثلا میخواست سریع عمل کنه تا جلوی اعتراضات گسترده تر رو بگیره. ارزش سهام شرکت هم همون لحظه با کله سقوط کرد و به همون قیمت اولیه مسخرش برگشت. پرداخت‌ها هم متوقف شد.
میلیون ها نفر، اونایی که عقب فقیر بودن و حالا همه زندگیشونو باخته بودن، شروع کردن به اعتراض و ریختن تو خیابونا، داد و بیداد که ماورودی ناجی ما رو از زندان آزاد کنید. تخمینی که زده بودن از ضرر مردم حدود 1 میلیارد دلار بود. ولی درست تخمین نزده بودن، این خیلی بیشتر بود، خیلی. ماورودی که دید ملت چجوری پشتشن، همون پشت میله‌های زندان اعلام کرد که میخواد برای نماینده پارلمان کاندید بشه و حتی تهدید به برگزاری رفراندوم برای تغییر دولت هم حتی کرد. میخواست نماینده پارلمان بشه که مسئولیت قضایی پیدا کنه و از زندان آزاد بشه. این کارش یه موج خبری جدید و گنده راه انداخت. اون سرمایه گذاره بدبخت هم شیر کرد که اگه آزاد بشه پرداختا دوباره شروع میشه. مقامات هم که از حمایت‌های مردمی و تهدیدهای ماورودی ترسیده بودند، چند روز بعد آزادش کردن. و اونم رفت و واقعاً کاندیدای پارلمان شد و انتخابم شد اتفاقاً. مسئولیت پارلمانی هم به دست آورد و بعد از اون حمایت و شهرت عمومیش حتی بیشتر شد. اونم بدون اینکه وقت تلف کنه، موج جدید یا خرید سهام MMM رو با پایین ترین قیمت شروع کرد و ادعا کرد که ارزشش مثل همیشه 100 برابر میشه. هفته ها گذشت از اون دوران طلایی دهه 90، اما سهام دیگه هیچ وقت رشد نکرد و پرداخت ها کاملا متوقف شد. گند این کلاهبرداری عظیم اونقدر بزرگ و واضح شد که دیگه اکثر مردم فهمیده بودن پولشون برای همیشه به باد رفته. فروپاشی MMM اولیه یه شوک وحشتناک بود برای حدود 15 میلیون شهروند. طبق برآوردها ماورودی موفق شده بود بیش از 80 میلیارد دلار ناقابل رو بدزده. مردم تازه شروع کردن به فهمیدن اینکه چطور تو دام یه شیاد حقه باز افتادن. 10 نفر به خاطر اینکه نمیدونستن چجوری باید به زندگیشون ادامه بدن، مشکلای روحی شدید پیدا کردن. یه پرونده کیفری دیگه علیه ماورودی باز شد. مسئولیت پارلمانیشو هم ازش گرفتن و اسمش رفت تو لیست تحت تعقیب‌های بین المللی. 5 سال آزگار تو کل دنیا دنبالش میگشتن و تا زمستون 1381 هیچ خبری از این یارو نبود. شایعه پیچیده بود که مدت هاست تو اسکاندیناوی یا یونان داره عشق و حال میکنه. اما اینجا هم ماورودی همه رو گذاشته بود سر کار. در واقع اون هیچ وقت مسکو و مرزهای روسیه رو ترک نکرده بود. تمام این مدت توی آپارتمان اجاره‌ای تو ساختمون بغل دست خونه خودش قایم شده بود. تو این مدت هم البته بیکار نشسته بود و طرح‌های آنلاین جدید و هرم‌های مالی جدیدتری طراحی کرد که با اون هم تونست 300,000 آمریکایی و کانادایی رو تلکه کنه. اما با اطلاعاتی که از یکی از نزدیکانش رو رفت، پلیس بالاخره تو سال 1381 ماورودی و 10 انبار رو که تا خرخره پر از پول دزدی بودن پیدا کرد. طبق اطلاعاتی که درس کرد، پلیس موفق شد حدود 18 تا تریلی پر از پول نقد رو ضبط کنه. فکر کن 18 تا تریلی. بعد از سالها قایم موشک بازی، ماورودی دوباره دستگیر شد. این بار دیگه نتونست در بره و تا سال 1385 تو زندان موند. تو این مدت هم MMM رسما غیر فعال بود. بعد از دستگیری ماورودی و وقتی که دیگه گند کلاهبرداریش در اومد، شرکت دیگه عمرن نمیتونست اون پولای قلمبه‌ای که قول داده بود و پرداخت کنه. دولت روسیه هم تمام پولا رو مصادره کرد و البته که هیچ خیال نداشت اون پولا رو به مردم بدبخت و بیچاره‌ای که تلکه شده بودن برگردونه. ماورودی زندانی شده بود و سالها پشت میله‌ها موند. تو زندان حتی از زنش
النا پاولووا که البته ما اینجا زیاد بهش نمیپردازیم، فقط بدونید که چند سال قبل این خانوم ملکه زیبایی شوروی بوده. طلاق گرفت تا اون بیچاره منتظرش نمونه. حدود 5 میلیون دلار هم از حسابای مخفیش بهش داد که خرجیشو داده باشه مثلا. البته بعید میدونم از حسابای خودش باشه. احتمالا همون کولای مردم داد دیگه. فکر نکنید داستان اینجا تموم میشه ها. ماورودی 4 سال و نیم حبس کشید و سال 1385 آزاد شد. به محض آزادی دوباره سعی کرد MMM رو احیا کنه و نسخه‌های جدیدی ازش رو تو کشورهای دیگه و تو قالب‌های جدید راه انداخت. این بار با استفاده از اینترنت طرح‌های آنلاین جدیدی مثل MMM 2011 و MMM 2012 رو راه انداخت، با این تفاوت که به وضوح اعلام میکرد این یک فعالیت اقتصادی نیست و تضمینی برای دریافت سود نداره، ولی بازم مردم بهش اعتماد میکردن. یه جورایی مثل حس قمارگونه مثلا. این بشر دست بردار نبود. MMM از روسیه پاشو فراتر گذاشت و به آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا هم رسید. بعدش هم وبسایت‌هایی به زبان‌های مختلف راه انداخت. وبسایت جهانی MMM حتی ادعا میکرد 250 میلیون عضو تو 118 تا کشور داره. البته که هیچ مدرک رسمی برای این ادعا وجود نداشت. تا همین اواخر وبسایت MMM مکزیک با چت این کنار سایت که میاد دیدی حتما تو خیلی از سایت ها هست، خوش آمد میگفت و مردم رو دعوت میکرد که بیا برات کیف پول ارز دیجیتال تو راه بندازم. و اینجا داستان به دنیای کریپتو و ارزهای دیجیتال گره میخوره. ماورودی از تب و تاب ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد و توکنای دیجیتال خودش رو که اونم به اسم خودش ماورو بود راه انداخت که همونجور که تو هم الان دیگه ماورودی رو میشناسی هیچ پشتوانه‌ای نداشت و اینم پروژه هرمی بود. اگه نمیدونی توکن چیه، یه چیزی مثل همون کاغذهای بی‌ارزشی که میفروخت، همونه، فقط مدل دیجیتالشه. آخر سرم تو سال 1396 سرگئی ماورودی، این ریاضیدان و استاد بزرگترین طرح هرمی تاریخ روسیه، تو 62 سالگی توی ایستگاه اتوبوس به خاطر سکته قلبی قال قضیه رو کند و مرد. همونطور که انتظار داشتی، وبسایت‌های MMM که توکن‌های ماورو رو میفروختند، بعد از مرگش پیام تعطیلی نهایی و غیر قابل فروش رو نشون دادن و عملاً بازم پولهای مردم دود شده رفت هوا. ولی بعضیای دیگه سرمایه‌گذارا رو به سمت پیشنهادهای ارزهای دیجیتالی که از ماورودی الهام گرفته بودن سوق میدادن. میگفتن آخرین آرزوی ماورودی این بوده که با توکن خودش بیت کوین رو شکست بده. تو دنیای ماورودی تشخیص این که یه طرح کی تموم میشه و طرح بعدی کی شروع میشه تقریبا غیر ممکنه. تقریبا هیچ ارث و میراثی هم از خودش به جا نذاشت، جز یه عالم طلبکار، یه عالم مال باخته و یه خاطره تلخ و غم‌انگیز از یه کلاهبرداری عظیم. عجب داستانی بود نه؟ و جالبه که میراثش تو دنیای بعضی از توکن‌های دیجیتال هنوز زنده است. سایه ها جون میگیرن پشت این میکروفون، سرج اینجاست با یه داستان فراتر از حدس و گمون. عینک دودی یه سپر رو به این دنیای گیج، قصه اون آدما که زدن بیرون از پیچ. هر کسی تو ذهن خودش یه نقشه یه ممنوعه داشت که بزنه به بانک شهر یه تانجی رو یه گوشه که کاشت. من راوی اون جارتم، اون لحظه های پر تپش، تیم نقشه استرس یه اجرا بدون لغزش. جزئیات هر پرونده با تمام پیچ و خمش، ساعت 4 عصر میرسه روی
یوتیوب ویدیو جدیدش سج. آره اینجا همون جاست که سال پیش قهرمان تو دل مردم جا دارن، حتی اگه بشکنن پیمان. قانون یه خط باریکه، اون بر خط یه دنیای خاص. مانی هیست دیدی حال کردی، اینجا باقی تر بی هراس. سج روایت ریسک و یه نقشه یه بی نقص. اینو به همه بود خودمون 1000 بار تا حالا فکر کردیم سرقت کنه دانا. فرق اونا با ما اینه که نقششونو عملی کردن. تو اوج جنون من این خط باریکو میگم از نگاه اون که خورده پولا رو. شاید یه چیزی تو ما هست، یه وسوسه یه شیرین و گنگ، که تحسین کنیم اونی رو که میزنه به سیستم یه تلنگر. این قصه اون آدم هست با یه اراده آهنین که میگن ما میتونیم حتی اگه دنیا بگه نه. همین نازین سرش بود و پرونده این بار تا داستان بعدی 3 شنبه میبینمت.